آبشار آب گرم کلات ابتدا از لابلای جنگل های بسیار بسیار زیبا عبور میکنین و قشنگ میاین به رودخونه میرسین. بعد از طی کردن مقداری رودخونه یهویی میاین به سمت آبشار. جاذبه های بسیار خدایی احساس میکنی اومدی حمام. اینم آبشار آبگرم کلات، خیلی زیبا. شما نمیخواد برای آب درمانی راه های دور رو طی کنید برید اردبیل، میتونید بیاد از همین آب درمانی استفاده کنید. آبش خیلی گرمه، خوبه. جای همه دوستان بامرام خالی. عزیزای دل، آدرسی که بهتون میدم از جاده کلات بعد از آب سقا عبور میکنید، میاین تونل رد میکنین، میاین به جاهای بعدی که جاده آب گرم رو مشخص کرده.